روزای جمعه چند تا دیزی بار میذاریم؟ سلام. چند ساله که سلامت باشین؟ خیلی ممنونم. چند ساله این رستوران رو میگردونین با خانواده محترم؟ تقریبا نزدیک 18 سال. بعد معرفی کنیم؟ بله، اینجا صاحب باختر با خانواده اینجا کار میکنیم. پدرم مادرم خواهرم. انشالله سلامت باشن، انشالله برکت باشه. آدرس رستوران رو میفرمایین؟ بله، تبریز میدان بسیج به طرف هتل مرمر 1000 متر مانده به هتل مرمر، آبگوشت صاحب باختر. زنده باشین. روزای جمعه چند تا دیزی بار میذاریم؟ حدوداً 500 تا 600 تا. روزای دیگه 150 200. بله. ممنونم. قربان شما. خسته نباشین.
Mahmuni. شما آبگوش داریم، دیزی داریم، یکیش ماهیچه هستن، 2 نفره گوشت گوسفندی هست، یکیش هم راسته گوسفندی، اونم 8 نفره هستن و کباب خوبیامون کاملا گوسفندی هستن. بله. یه دونه هم کباب تابه‌ای داریم که با گوشت گوسفند مخلوط هست. اینم تک نفری الان یعنی 2 تا راسته حاج خانم خسته نباشین.
Belli. دوستان این رستوران ببینین دیزی های بیرون برم دارن دیگه، با آژانس میفرستن هر جایی تبریز که باشین. خسته نباشین آقایی. نه خواهش میکنم شما ببینید آشپزخونهشون چقدر تمیزه، فقط خودتون نگاه کنید، یعنی واقعا مرتب همه چی تمیز برق میزنه. سرویس های بیرونبره که با آژانس میفرستن دیگه. سرویس کامل شامل نوشیدنی میشه، حالا به دفاعیاتون دارین یا نوشابه. 2 تا قیسی، ماست، لیمو، پیاز و سبزی‌های آماده شده باشه. دست شما درد.
150 تا دیزی میذارن. روز جمعه هم خب تا اونجایی که بتونن فرا رو پر میکنن، چون انقدر این رستوران شلوغ میشه. حالا من ساعتی که اومدم نزدیکای ساعت 12:30 که اومدم و دیگه تمام اینجا پر میشه مشتری. به شهر زیبای تبریز که خوش اومدین، حتما تشریف بیارین، دیزی‌های خوب ما رو امتحان کنید.
Sucuk. خوش شب سلام yok. Yok biliyorum. Mezun değil mi? دوستان اینم منو و قیمت غذاها. ببینید قیمت آبگوشت ماهیچه 2 نفره بدون سرویس و با سرویس قیمتشون اینجا نوشتم. آبگوشت تک نفره مخصوص، تاب کباب مخصوص تبریز، بوده مخصوص 2 سیخ با گوجه. این قیمتش رو به صورت کاملی بنوشتن که خدمتتون عرض کردم دیگه. هم میکنین که به صورت بیرونور سفارش بدین، همین که تشریف بیارین رستوران سعید باختر. Sen de oynarsan